سلام دوستای عزیز، به یکی دیگر از برنامه‌های جدیدم خوش آمدید. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. به تازگی دولت کانادا یک برنامه را به نام Virtual Immigration Fear اعلام کرده که مربوط افراد است که در خاورمیانه مانند کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ایران، پاکستان و غیره که در خاورمیانه هستند و جنوب آسیا، افرادی که در جنوب آسیا هستند اعلام کرده که برای اینا ویزه کار میتونه که در این در بخش‌های مختلف ویزه کار برشان از طرف دولت کانادا داده شود. این ویزه مخصوص افراد است که با زبان‌های فرانسوی و انگلیسی بلدیت داشته باشند و بهتر است که دارای تحصیلات هم باشند. دوستا طوری که روی تصویر می‌بینین نوشته کرده که registration now، بسیار آسان است راجستریشنش و براتون اینو بگویم که تا 24 جنوری 2024 وقت داره، یعنی تقریبا یک ماه نمیشه، 27 روز 28 روز مانده که این برنامه بسته شود. یعنی هر کس که ویزه کاری میخواه و ویزه کانادا رو میخواه به دست بیاره از این طریق میشه بسیار به راحتی ثبت نام کنن و شاید که شما رو انتخاب کنن بتونین ویزه کانادا رو به دست بیارین. دوستا کوشش کنید که فرم که داده شده در اینجا او را درست و کامل خانه پوری کنید و تجربه کاری اگر دارین تجربه کاریتان با اسناد در این فرم ارائه کنید، بسیار بهتر است. خب ما میریم طریقه راجستریشن ناو کلیک میکنیم. فرم باز میشه، بسیار فرم ساده است. نیم نوشته کرده، نامتون چیست، فرست نیمتون نوشته میکنین که هر چی که هست شجاع من نوشته میکنم. لاست نیم احمدی نوشته میکنم. ایمیلتون دارین، ایمیل میکنین، ایمیلتون نوشته میکنین. سیتیزنشیپ، شما سیتیزنشیپ کدام کشور هستین؟ ما افغانستان میگیرم. select country، حالا در کدام کشور زندگی میکنیم. مثلا میشه که افغانی باشین و در کشور ایران، پاکستان یا ترکیه و یا تاجیکستان زندگی کنین، او کشورها رو میگیرین. ما ترکیه میگیرم، ترکیه زندگی میکنیم. education level، سطح تحصیلاتتون چقدر است؟ اینجا تمامش نوشته کرده، میتونین که او رو انتخاب کنین. من بچلر انتخاب میکنم. work experience دارین؟ آیا شما در این بخشایی که ذکر شده در خود فرم کدام تجربه کاری دارین؟ اینجاست agricultural current. ببینید در کل بخشا براتون نوشته کرده. اگر در این بخشا شما تجربه کاری ندارین، در بخش دیگر دارین، میین در other نوشته میکنین و در پایینش تجربه کاریتون در هر بخش که هست میتونین در اون بخش را نوشته کنین، like welder یا painter، هر چی که باشه که این طور مثال نوشته کردم براتون. آیا شما امتحان لسان انگلیسی دادین؟ اگر دادین میگین yes، اگر ندادین میگین no. و اگر yes دادین با کجا بوده، کدام چی را دادین، کدام لسان انگلیسی را امتحان دادین. آیا شما میدونین که با انگلیسی گفته درست و روان صحبت کنین؟ اگه yes بود yes بگیرین، یعنی باید yes بگیرین، به خاطر که اگر no بگیرین بسیار ساعت از اینکه شما رو انتخاب کنن بسیار پایین میشه. و حتما yes بگیرین. خب در بخش بعدیش گفته have you taken English language professional exam، آیا کدام تا با حال کدام امتحان انگلیسی دادین یا ندادین؟ اگر انگلیسی امتحان دادین برشون yes میگین و وقتی که yes گفتین باید اینجا رو انتخاب کنین که آیلتس بوده، توفل بوده یا دیگر بوده. اسکور نمبرتون چند بوده؟ نمبر پوینت 89. Are you fluent in French؟ اگر لسان فرانسوی میفهمین میتونین که yes بگوین اینجا. و خب کدام امتحان لسان فرانسوی دادین؟ بگیم نه خیر. خب دوستا گفته که
آیا شما امتحان لسان انگلیسی دادین به طور پروفشنال؟ میگیم نو. و بخش بعدیش هست که در کدام کشور شما تحصیلاتتان به پایان رساندین یا تحصیلات کردین یا درس خواندین. هر کشوری که بود من افغانستان میگیرم. خب همینطور که گفتیم این ویزا که هست، ویزای کانادا در یک جای مخصوص است که فقط در این منطقه شما را میخواین انتخاب کنن که نیروی کاری کار دارن و گفتن آیا کدام سوال دارین درباره از این منطقه و یا درباره کار، که اگر کدام سوال داشتین میتونین در بخش اول دوم سوم ازشون پرسان کنین. و بخش بعدیش خب گفته از این که شما در این برنامه اشتراک میکنین چی را میخواین به دست بیارین. میتونین که اگر نوشته کنین برشون یا میتونین نوشته نکنین، کدام گپ نیست. خب گفته از کجا how did you find out about this event، درباره از این پروگرام از کجا شما مطلع شدین. سوشال میدیا بوده، فرند فامیلی ممبر بوده، word of mouth بوده یا دیگه چیز بوده. سوشال میدیا بوده، همه سوشال میدیا هست. خب بخش بعدیش بخشی است که شما سی وی تان میتونید روان کنید. در این بخش سی وی تان بسیار به شکل ساده، یعنی اسم ولد، کانتکت نمبر، کانتکت ایمیل چیزایتون نوشته میکنین و میگین که در کدام بخش تجربه دارین. در او بخشی که تجربه دارین آیا اسناد هم در دست دارین یا خیر،